مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم با تأکید فراوان فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی. ای مردم بنگرید که من چگونه نماز میخوانم، شما هم مانند من نماز بخوانید. و بنابر روایت سهل بن سعد که متفق علیه هست، ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بر بالای منبر و در انظار عموم نماز خواندند که همه مردم رکوع و سجود و تمام حرکات و سکنات ایشان را کاملا میدیدند و فرمودند انما فعلت هذا لتأتموا بی و لتعلموا صلاتی. من این کار را انجام دادم، بر روی منبر نماز خواندم تا شما به من اقتدا بکنید و نماز مرا ببینید و فرا بگیرید. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز تمام جزئیات نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را با ظرافت و دقت تمام برای من و شما نقل کردند و ما انشاءالله در این سری برنامه ها نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را کاملا و دقیقا به نمایش میگذاریم و تمام مراحلش را برای شما انشاءالله بیان میکنیم تا همه بتوانیم مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخوانیم. پس در این سری برنامه ها ما را همراهی بفرمایید.